پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان صبح 26 ایول در منطقه مرزی وروخ آقسای با ساکنان ملاقات کرده دعوت نمودند که مراسا داشته باشند و عزت همسایه‌داری را حفظ کنند. ملاقات رهبران دو کشور در خط بین وروخ و آقسای کمی بیشتر از 30 دقیقه ادامه کرد. در این ملاقات از هر دو کشور تخمینا 30 نفری ساکنان اشتراک کردند که یک روز پیش انتخاب شده بودند. سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان به وروخ آقسای در حال صورت میگیرد که این منطقه طی چند روز اخیر صحنه مناقشه میان ساکنان مرزی بود. بر اثر این تنش‌ها یک نفر شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده، نزدیک به 30 نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که امامعلی رحمان و سارانبای جینبکوف در ملاقات دایر به همکاری‌های دو جانبه نزد مرزی، دوستی، رفاقت، همدیگر فهمی میان تاجیکان و قرقیزهای مرزی دو کشور صحبت کردند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشت که در صحبت با مردم رهبران دو کشور از ساکنان نزد مرزی دعوت کردند که به اغوا دادن نشوند و مناسبت‌های دوستانه را حفظ کنند. در این خبر آمده است که پرزیدنتان تاکید کردند که مسئله‌های بر رسمیت دراری حقوقی خط سرحد دولتی در روابط دو کشور مهمترین می باشد و مقامات میل قطعی خود را در سمت ادامه دادن کارها در دایره کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحد دولتی افاده کردند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. محض نامعینی در مرزها باعث مناقشه ها می شود. قرار است بعد انجام ملاقات بلندپایه پرزیدنتان در حدود تاجیکستان، امامعلی رحمان با دعوت سارانبای جینبکوف در شهرک چالپان آتای قرقیزستان دیدار و گفتگوهای رسمی خود را ادامه دهند. با گفته سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان، سفر به ایسیقل شام امروز در نظر است.